سلام علیکم بچه‌ها، چون ویدیو اول چنلمونه میخواستم بهتون بگم که توی این ویدیو تازه قراره با من آشنا بشید که بفهمید من چه کارایی انجام میدم. چون که از فردا، حالا من امشب شروع کردم به ویدیو گرفتن، تصمیم گرفتم، ولی خب از فردا قراره هم کارهای روز من رو چک بکنیم و اینکه همین ولایه یعنی قراره با هم دیگه بریم جاهایی شاپینگ خرید کنیم و قراره روتین روزانه من داشته باشین. یعنی احساس می‌کنم این اولین ویدیویی که دارین از من می‌بینین و خب قطعاً تصورتون از من توی این ویدیو شکل میگیره. پس تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. اگه دوست داشتین کانال رو ساب کنید، کامنت کنید. مرسی. خب اگه میخوام یه توضیح راجع به کتابی که دارم میخونم بدم بهتون، بچه‌ها این کتاب راز اسبای توی آینه است. به نظرم کتاب قشنگیه، حالا اونجوری نیست که بخوام پیشتون توصیفش کنم، باید بخونید. یه کتاب ماجراجویی قشنگیه، مثبت 12 ساله و من از کتابخونه قرض گرفتم. به نظرم ارزش خرید خوندن رو داره، ولی خب اگه سنتون به سن من بخوره، چون برای ما نوجوان‌ها خیلی خوبه، به نظر ما تینیجرها، ولی اگه مثلا سنتون بالاتره، خب قطعا از موضوعش خوشتون نمیاد دیگه. من الان رفتم روتین پوستیمو انجام دادم. این میبینی یکم پوستم سفید شده به خاطر اینه که ضد آفتاب اسپریش پایینه و همین باعث میشه که پوستمو سفید کنه. یه کوچولو هم تیک زدم. الانم میخوام آماده شم برم مغازه مامانم و قبلش هم میگم خرید و اینا انجام بدم. قرار شما هم خودم ببرم. بزن بریم. اول از همه که انتخابم این شلوار برگردی اشتباه نکنم با یه کراپ مشکی میخوام بپوشم که حالا اونم بهتون نشون میدم. خب آقا من همین الان نظرم عوض شد، میخوام با این کراپ سفید بپوشم چون فکر کنم این سفید بهم میاد و با شال مشکی میخوام ستش کنم. اگه مشخص باشه من اون شلوار رو نپوشیدم چون که این کراپی که انتخاب کردم فکر نکنم کراپ باشه. من کلا برای لباس یکسرم خریده بودم و خب با شلوار ساز حالا نپوشیدم. بعدم یه جوری میکرد چون عادت ندارم تیشرت بپوشم و تیشرت بلند باشم، چون این احساس کنم کراپ نیست تیشرته، چون میگم خیلی بلنده. بخاطر همین با یک سره پوشیدم. حالا قدیفی میگم ببین من اکسسوریامو انداختم. الانم میخوام شالم بپوشم، وسیله‌ای توی کیفم هم جمع کنم باید بتونم نمیدونم چی میذارم تو کیفم و کم کم حرکت کنم. اولش میخوام برم بیرون چون فعلا از مغازه نرفته. اولش میخوام برم بیرون خریدامو انجام بدم، شما رو با خودم میبرم. مخصوصا روی سایکلینگ من خیلی چند هوا خیلی سرد باشه ولی هوا واقعا گرمه، واقعا فاز شمال رو نمیفهمم. کفش من شاید به استایلم نخوره ولی حوصله ندارم این کفش اسپورت هم بپوشم چون حالا بند بستم ندارم. کلا بدم میاد از کفشی که بند میخورم ولی خب مجبورم چون اکثرا کفشایی که خوشگلن همشون بند میخورن، حوصله بند بستن ندارم. بخاطر همین کفشای پاپیونی تابستونه حالا دوباره بعد گرفتم. خب ایمی بریم. البته امیدوارم اون جایی که میخوام برم باز باشه، اصلا 4:30 دیگه فکر کنم باید باز باشه. اگه باز نمیشه مامانم زنگ میزنم بره مغازه که برم میشه مامانم اول.
شما پیشلم نگیری سلام کن سلام بچه شهان سیگودی بچه خرابکار. اصلا این دلیل کثیفی میز من چیه؟ ایشونه. منو ببین. هوی آقا لوپالی دیدی دستشو ببین خودمون دورت بگردم. بخورمت پسرم بسر خورد. بچه ببخشید دیگه من نمیتونم در مقابل شاهان چیز کنم، مقاومت کنم. پسرم بخورمت بگیرم داگی ببینمت. رالف خرابکار اومده سر میز من بدبخت. شاهان چرا اومدی تو اتاقم؟ برو بیرون شاهان این الان بغل مالا که شما مرسی تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. لایک، کامنت و سابسکرایب و زنگوله کنارش هم فعال کنید. مرسی که از هم حمایت میکنید. کلی دوستتون دارم. بای.